خب سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که بهترین اتفاقایی که حتی انتظارشون هم ندارید براتون بیفته و افتاده باشه و خواهد افتاد. ببینید دوستان، ما برای FX ریپلی هزینه‌های زیادی میکنیم. مثلا FX ریپلی اینجاها یه پلن داره $15 ماهانه که سالانش میشه $180. یکی دیگه داره $29 یا همون $30 که سالانش میشه $350. و تریدینگ ویو رو هم نگاه بکنیم که اینا رو اگه بخواید مثلا با سایت واسطه مثل ایرانی کارت مثلا بقیه بخواید بخرید، هزینه خیلی خیلی بیشتری هم رو نوسان دلار ازتون میگیرن، هم کارمزد روی اون خریدتون ازتون میگیرن. یا مثلا تریدینگ ویو رو اگه نگاه کنید، از اسنشیالش که $13 $30 $60 $200 که الان بهتون میگم این ابزاری که من دارم بهتون معرفی میکنم در حد این آخریه است و خیلی راحت میتونه بهتون کمک کنه. 21 سال تو تایم فریم M1 1 دقیقه میتونید برید عقب. خیلیه، یعنی شما الان خود پلن التیمیت تریدینگ ویو رو هم بگیری انقدر نمیره عقب، شاید مثلا فوقش 2-3 سال 40,000 تا کندل بیشتر عقب نمیره از تو تایم فریم M1. یا مثلا سایت های ایرانی رو بخوایم چیزو بگیریم، فراز رو بگیریم، تعرفه هاشو بخوایم نگاه کنیم، اینجاها 30 روزش رو اگه بخواید نگاه کنید چند دستگاه 853,000 تومان، 484,000 تومان خدمت شما عرضم. 90 روزش مثلا 2340 1337 و اینا. خیلی هزینه ها خیلی زیاد. ولی شما میاد کجا؟ تو این سایت بیورن و اول اینکه بذارید که من امکانات FX ریپلی بهتون بگم. خب ببینید شما FX ریپلی که میاید، خب یه سشن میسازی و اون کارنسی که میخوای بهش معرفی میکنی و میای بکتستو میگیری دیگه. غیر اینه؟ خیلیاتون باهاش آشنا هستید و میدونید منظور من چیه و دارم در مورد چی صحبت میکنم. که میاید اینجا حالا مثلا یه ریسک پریواری هم میندازید. خب بعد اینجاها حالا کندل نباشه پلیس اوردر رو میزنی، پوزیشنتو میگیری. درست شد؟ و تو سایت بیورن چجوریه؟ ببینید خب وارد اکانتتون میشید، یه اکانت گوگل بهش معرفی میکنید، میایید این قسمت سیمولیتور ترید استارت نیو سشن بذارید تا از خود FX ریپلی من شروع بکنم. FX ریپلی سشنز. خب ببینید یه سشن میذارید مثلا نیو سشن، حالا یه قسمت بک تستینگ داره، یه قسمت پروفرم، بعد اسمتون رو وارد میکنید، خدمت شما عرضم بالانسی که میخواید وارد میکنید، استی که روش کار میکنید و اسم لیاوتتون رو اینجا وارد میکنید. اوکی. خب بعد وارد همون محیطی میشید که نشونتون دادم. حالا تو بیورن چجوریه؟ استارت نیو سشن. اول اینکه اینجا رو انتخاب میکنیم و مثلا همین امروز، درسته؟ نگاه کنیم مثلا این تریدینگ ویو رو من یه لحظه بیارم. تریدینگ ویو خب مثلا همین امروز رو بخوایم نگاه کنیم، اینجا مثلا این چارت امروزه و میریم تو مثلا بیورن، اینجاها کندلا رو پاک میکنیم. خب استارت نیو سشن رو میزنیم، بالانسی که میخوای وارد میکنی مثلا $100,000، لوریج که میخوای وارد میکنی، مینیموم لات و اینا رو که خیلی کارشون نداریم، مارجین هم که هیچی، کامیشن هم اگه دوست داشتی وارد میکنی. استارت رو که میزنی یه محیط دیگه میاد اینجاها،
مارجین لول بای یا سل بودن اون اکزیکیوشن، اون پوزیشنی که میخواید بگیرید، ریسک پر ترید بر اساس دلار یا پرسن، یعنی درصدی یا دلاری، که دیگه مثلا میزنی 1%، 2% یا هر چقدر که میخوای. اینجا هم اگر خواستی که دستی وارد کنی حجم تو، اینجا میای منوال رو میزنی و حجم تو دستی وارد میکنی. خب آره دیگه، حالا مثلا ما میخوایم بای بگیریم 1%. اول اینکه کندلا رو اینجوری میزنیم جلو. خب بعد میایم اینجا منوال، استاپ و تیپی رو اینجا مشخص میکنیم. یه استاپ مثلا، تیپی رو هم میذاریم اینجا. خب این بای مارکت رو شما بزنی یه ریسک به ریوارد بهتون میده، شیفت، خیلی ترتمیز و راحت. تازه سرعتش هم میتونید تغییر بدید، مثلا 3x باشه، نیم x باشه، بر اساس اون چیزی که میخوای. دستی هم میتونی، من خیلی با این دستی بیشتر حال میکنم. و بعدش هم اینجاها تموم میشه. بعد که بک تستتون کلا تموم شدش، میاد چیکار میکنی؟ این کمپلیت رو میزنی، اوکی میگه میخوای که سشن رو تمومش کنی. آره اوکی که بزنی، میری تو این قسمت استیتمنتتون اینجا هستش. امیدوارم که بهترین اتفاقایی که حتی انتظارشون هم ندارید براتون بیفته. با امید خدا شنبه بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم و چنل رو سابسکرایب کنید و شنبه که رودمپ دراپ شه. امیدوارم که بهترین اتفاقایی که حتی انتظارشون هم ندارید براتون بیفته.